سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. دوستان در این ویدیو میخوام برایتان چگونه ثبت نام کردن خودتان در لاتری 2026 آمریکا آموزش بدهم. این که چگونه بدون کدام هزینه در دفتر ثبت نام یا عکاسیا خودتان میتوانید با گوشی دستتان ثبت نام نمایید و شانستان را امتحان کنید. آماده اید؟ Let's go. خب دوستان، میرین با شما داخل گوگل. دوستان عزیز، تنها سایت معتبر ثبت نام لاتری همین سایتی است که من می نویسم dvprogram.state.gov. دوستان عزیز متوجه باشین دیگر سایت ها هرگز نروید که کلاهبرداری است. تنها سایت معتبر ثبت نام و چک کردن نتایج همین است، dvprogram.state.gov. خب با شما رفتین داخل سایت. یه ذره میذارین که اینترنت خیلی افتضاح است. خب اومد داخل سایت. دوستان عزیز میرین سمت بگین هنتری. گفتن نمونه دوستان عزیز، چرا 2026 مگر حالا 2024 نیست؟ 2024. بله دوستان عزیز، شما در 2024 ثبت نام میکنید، 6 ماه بعد در 2025 نتایج میاد و اگر برنده لاتری شده باشید کارهایتون تا انجام بدهید، تا سفارت بروید، تا ویزا بگیرید میشود 2026. واسه همین میگن لاتری گرین کارت 2026 یا 2026. بله با شما میرین داخل بگین هنتری برای ثبت نام. خب دوستان نازنین، اینجا ما این کد وارد میکنید تا ثابت بسازیم که ربات نیستین. JWWMNDUB. بله سابمیت. خب دوستان نازنین، رسیدیم تو سایت ثبت نام مشخصاتتون. دوستان عزیز، last name یا family name، نام فامیلی یا خانوادگی یا همون تخلص به اصطلاح ما شما. چون من قبلا ثبت نام کردم آورده محمدی MOHAMMADI. حالا تخلص شما هرچه که هست. first name نامتان عبدالرازق ABDUL فاصله RAZEQ، حالا اسم شما. middle name، خب ما شما middle name نداریم، middle name خارجی ها دارم، پس میگن no middle name. gender، خب male چون مرد هستین، اگر خانم باشید female. birth date تاریخ تولد، خب اول ماه بعد روز بعد سال. month مثلا جولای بوده، میشه 7. روزی میشه 16 جولای، سالش هم میشه 1999. بله. city where you were born، شهری که متولد شدن. هرات مثلا از افغانستان کابل، هرات. ایران باشه تهران، کرج، حالا هر جا که باشه. country where you were born، کشوری که متولد شدید. افغانستان. بله. خب دوستان عزیز، کشوری که گفته واجد شرایط این پروسه این لاتری هست، ما به این اصلا دست نمیزنیم. روی یس هست ما اصلا کار نمیگیریم، چون بعضی کشورهای هست مثل چین، هند واجد شرایط نیستن. حالا ایران، افغانستان واجد شرایط هستن. ما اصلا قرض به این نمیگیریم، میایم به سمت فوتو عکس. اینجا عکس را انتخاب میکنیم. عکس خیلی مهم است دوستان عزیز. در ویدیوی بعدی چگونه عکس لاتری از گوشی گرفتن به شما آموزش میدهم که باید دقیقاً چی عکس لازم است برای لاتری. پس حالا ما میره اینجا یک عکس را انتخاب میکنه الکی. فرضاً همین عکس خودم انتخاب میکنم. اینجا آدرس است دوستان. آدرس خیلی مهم است. در قسمت آدرس باید بسیار دقت کرد. شاید شما در افغانستان متولد شده باشید، از افغانستان باشید، اما فعلا در افغانستان زندگی نکنید. در ایران، پاکستان، ترکیه، آلمان، دیگه کشور زندگی کنید.
این مهم است که باید همین آدرسی که دقیقا شما زندگی میکنه باید بنویسید. میانه سمت آدرس لاین، مثلا اینجا کوی بهار محمدشهر، کوی بهار محمدشهر کرج، اینجا می نویسیم. بعد ببینین این کیر آف آپشنال، قسمت اول آپشنال میخوایم بنویسید، میخواین نه، اما آدرس لاین خیلی مهم است. اگر بخوایم بیشتر توضیح بدیم بیشتر اینجا می نویسیم، مثلا آدرس لاین قسمت دوم، اما باز آپشنال. اما اگر آدرستون کوتاه باشه کوتاه می نویسید. سیتی تاون مثلا کرج، دیستریکت نایه استان که هسته مثلا استان کرج میشه آلبرز. خب ما شما زیپ کد نداره، چون که زیپ کد نداره میگین نو پستال کد یا زیپ کد. و اینجا میاره کشور که هستیم فعلا، مثلا میاریم ایران، سمت آی ایران. آره. بعد کشور که بازم گفتم می فعلا زندگی میکنه مثلا ایران. حالا شما هر کشور که زندگی میکنه ایران. شماره تلفن مهم نیست، اگر بدهید ندهید. ایمیل آدرس خیلی مهم است. ایمیل آدرستون مثلا میدهین، بعد از او باز دوباره مثلا ایمیل آدرستون رو چی میکنه، تایید میکنید. مثلا ایمیل آدرس عبدالرازق ام حالا الکی می نویسن gmail.com. باز دوباره عبدالرازق ام @gmail.com. خب این قسمت در مورد تحصیلاتتون چقدر است می نویسیم. مثلا فارغ 12 و شهادتنامه‌ش هم دارید، های اسکول و دیگری. میان سمت حالت وضعیت متأهلیتون که مجرد متأهلین چجوری. خب unmarried، حالا شما اگه متأهل باشید مرید انتخاب میکنید، طلاق گرفته باشین دیورس، بیوه باشه ویدو که فوت کرده باشه مثلا شوهر یا خانومتون، حالا هرچه. خب میاریم سمت اگر مثلا متأهل باشه تعداد اطفالتون طفلایتون اینجا می نویسید و بعد از اون میزنید سمت کانتینیو. حالا اگر کانتینیو بزنم میره سمت یک پارت دیگه، میاره مشخصات، میاره که مشخصات دارین درسته. اگر درست بود سابمیت میزنید و ثبت نامتون تایید میشود. و بعد از این که ثبت نام شما تایید شد به شما یک برگه جدید میاد. تا اون برگه نمیاد دوستان عزیز، یعنی که ثبت نام شما تایید نشده، شما رو انداخته بیرون، شهر شما رو بندازه بیرون. ولی نگران نباشید، امکان داره مثلا سایت خیلی شلوغ باشه و عکستون چیزی مشکل داشته باشه، مثلا ثبت نام شما قبول نمیکنه. ولی اگر ثبت نام شما قبول شه یک برگه به شما میاره، برگه تاییدی، یک کد تاییدی هست که سری بعد از اون برگه یک اسکرین شات، یک عکس چیزی بگیرید، یک پرینت بزنید که 6 ماه بعد نتایج اومد اون کد لازم شما میشه. حالا من به شما یک کد گرفتم، اینجا برگه که میاره دقیقاً همین برگه است دوستان. همچین برگه میاره و این کانفرمیشن نمبر که اصلا خیلی مهم است که بعد از اون بخواید نتایجتون چک کنید. این مهم است، نباید گم کنید. خب دوستان عزیز، این بود از ثبت نام لاتری گرین کارت آمریکا. تنهایی مجردی برای شما میتونید فامیلی هم ثبت نام کنید، ولی اگه بخواید فامیلی ثبت نام کنید قسمت که هست مریډ اینو انتخاب میکنه، مثلا زن شوهر باشید یا خانواده بخواین و یک صفحه جدید باز میشه و صفحه جدید هم مشخصات خانوادهتون پر میکنید، ثبت نام میکنه. دوستان عزیز، کانال یوتیوب ما را فراموش نکنید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا همیشه ویدیو ما را اولین نفر باشین بازدید میکنید. خیلی ممنون، مراقب خودتان باشید عزیزان دل. خدا نگهدار.